دریا روان است و روان بسان عمر انسان. چون انسان گاه به خودسازی شروع می کند، گاهی دیگر رستاخیزهای آورد به جهانی به حرکات انسان که ناگفتنی. اصلا ما از کودکی که در همین ساحل در همین دریا و بوی رسیدیم و به کمال رسیدیم، بسیار تأثیری کلان دارد در همین، خصوصا در همین ایجادیات من خیال میکنم. اگر گاه وقت می شود که همین خاموشانه آمده در همین جا و دریا نظر کرده، چی اندیشه هایی که چی خیالاتی که پیش در کودکی داشتم، خیال میکنم که همین دریا مدد میکند در همین خیالات من. به دریا نظر افکنده همین خیال پیش نظر اومدن میگیرد، بعد همین پوره میشود. هم یکون حکایه یا قصه ای که به سرم آمده باشد از این جا میرم و بعد خاموشانه امونا مینویسم. دریا بسیار کمک میکند برای استعداد. به حق گفت نظر علی شریف، چهره نوبتی برنامه ما که در این مرحله عمر دریا را شاعر قلب خود دریافته بود. صدای نقرگین آب پیوسته سیله می‌نماید خاموشی طبع ایجاد او را. امروز می نویسد الهام برداشته از دریای روان که همروان و همزبان است با شیب و فراس‌ها، با راز و نیازهای انسان‌ها. و زیاد می نویسد نظر علی شریف از این دیده ها، از این برداشت ها. چی بسا زمینی و زیبا، چی بسا صمیمی و روشن قلم او با خواننده حرف می زند. قلم نویسنده بار اجتماع به دوش دارد. در آن چیز مصنوعی و دروغی نیست. گاه ساده و بی پیرایه و زمینی سخن می گوید، گاهی دیگر آرام و باوقار و باز گاهی دیگر پرشور و عصیان بسان ذات دریا. شاید به آن خاطر که سالیان زیاد آموزگار بوده و باری معرفت بچه خلق را به دوش داشت چند ده ساله. من اصلا فرزند آموزگار هستم. در یکی از قصه هایم در کتابی همون حادثه در زرکمر مفصل گرد آوردم. اصلا همون جوهر استعداد از خوندن آغاز می آورد. بسیار می خوندم در کودکی. پس از اون من همون به خدمت وطن رفتیم. پس از اون اومدیم با کمک یکی از همون برادران اسدالله زاکرов، شخصی با معرفت همین دیرکتور مکتب بودن، ما حجت‌هایمان رو به دانشکده آموزگاری به نام صدری سپردیم. همزمان به مکتب دیها معلم شد، آموزگار شده کار کردیم. شما درست میگید، نه هر یک آموزگار نویسنده و اینکه شاعر شده میتواند، لیکن هر یک شخص رو این وابسته به خودش است. خواهر عزیز، با وجودی که در کدام کسب و هنری که نباشد، اگر همون در ضمیر دلت باشد، خواه نخواه یک وقت نه رو میزند. همین هنری استعدادی نویسندگی در سالهای کودکی در من بود. بعد از اون که به کمال رسیدم، خلاصه به یک چنوشی می نویسیم در بعضی همون گازیت‌های پیونیر تاجیکستان میگفتن، در اون می برآمد. خیر بعد زندگی عین کمالاتی همین کاری ما گویا که زندگی ما سالهای همون مدهشی جنگ شهروندی سالهای 90 بود. بعد از اون که به مکتب رو آوردیم، وقتی که با کودکان همون سر و کار میکردیم، کودکی خودمون با یاد می اومد. بعد همون آیسته آیسته همون در دل که بود همون جوهرش به نوشتن رو آوردیم. کتاب اولم در سن 64 سالگی هم به تب رسید. خاطرها از افغانستان، به آیندگان، به فرزندان، به نبیرگان یک خوانند، تربیت گیرند، به وطن مهر و محبت پیدا کنند، خودشناس باشند. همین اساساً مقصد همین است. آموزگاری کسب پرشرف است. تمام موفقیت‌های دنیا از همین کلمه مقدس سرچشمه می‌گیرد.
شاعر هم بی‌درنگ نگفته است که بس شادم که من آموزگارم، تناب عمر خلق با من پیوند، نهالی میوه‌داری بی زوالم، ز کسب و کار خود هستم شرفمند. نظری شریفوف با همین کلمه مقدس زیاده از 40 سال در مؤسسه تعلیمی زادگاهشان کار کرده، امروز دولت پیری میرانند. دولت پیری از آبادی سرزمین، از تنجی، از امانی، از این قطر غمخواری سرور دولتمون محترم جناب اولی امام علی رحمان، امروز از دولت فرزندا، از دولت شاگردایی که خیلی خوب تربیت کردند میبالند، فخر میکنند و الهامشان میبیاد. هر روز یک چیزی نو، یک حکایه نو، یک مقاله نو، مجموع یک کتابه که نو می نویسند. وقتی که کتاب‌های نظری شریف رو ورق میزنید، یک حکایه‌اش رو الکی میخونید، جهت تربیوی در روحیه خودشناسی ملی و تندرستی تربیت کردن نسل آینده مضمون یک کتاب کلان رو دارد. یکی از نفرانی می باشند که نسل نورس رو برای راست، برای معرفت، محبت به وطن و برای شجاعت و دلیری و مردانگی هدایت می نمایند و در هر یک درس خود از قهرمانی های جوانمردان حضربی میدان کارزار قصه ها می آفرند، قصه ها نقل می کنند و کودکان نیز می توانند از قصه های نگاشته استاد خویش بهره‌مند گردند و هم عبرت بگیرند و می توانند که در راه این جوانمردان گام های نخستین خود را استوارانه به سوی پیش گذارند. هر که به استاد کار آغاز کار و بار او ندارد اعتبار. دامن استاد گیر و شاد شو، مدت خدمت کن و استاد شو. نظرعلی شریفو در بعض حالتهای زندگی برای هر یک ما همچون استاد هستند. مسئولیت‌های سودمند می‌دهند. من هم چند کتابی که آن کس به تب رسانیدن، اگر هر یک حکایه آنها را اگر از صد دل خوانید، همش از حیاتی گذشته امروزه خلق گرفته شده است. قهرمانایی که امروز در بدیهیت آن کس هستند، قهرمانای اصیل گذشته همین دیار بودند. راه فعالیت شهروندی نظرعلی شریف همچنان پرشیب و فراز و پربار و پر افتخار است بسان راه ایجادش. وطن و دارایی وطن را با شناختن و با شناسانیدن دوست داشتنی، معرفی و ترغیب منمود و منماید تا هنوز. مهنت شرف است و افتخار براش در راه آبادی وطن و کنون که از دولت پیری بهره میبرد و تأمین نفقه را میچشد، دیگر بیشتر و بیشتر از کاغذ و از قلم علم میگیرد. در سفره آراسته لب دریا با دوستان هم قلم هم بهره میبرند از آب و هوای وطن، هم ابراز نظر منمایند بر ایجاد یکدیگر سری هر چند وقته و ما مطمئنیم که همین سان دیدار دیدن ها و همین سان برخورد اندیشه ها حتما منبع الهام خواهد شد برای ایجادهای تازه به تازه و نو به نو. قصه و حکایه های نگاشته است که از حیات واقعی گذشته و امروزه زندگی ما انسان ها می باشد. موضوع های نوشتهش صلح، دوستی، برادری، صمیمیت و محبت و وطن را افاده می نماید. بیشک هر یک قصه و حکایه که امروز خواننده مطالعه می کند او را خواه نخواه در روحیه وطن دوستی، در روحیه مهر و محبت، صداقت به این مرز و بوم اجدادی و برای راست هدایت نمودن جوانان، صداقت و شجاعت و دلاوری مردان شجاع که در میدان محاربه ها برای یک پارچه خاک مقدس وطن می جنگیدند، انا همین گونه خصلت های جوانمردی را در آنها تلقین می سازد. ما در یک منظره نشستیم که همین منظره یک 30-40 سال پیش
یک хоҷагӣ овозадори тоҷикистони азизи мо буд. дар ин ҷо яке аз фарзандони фарзонаи миллат, яке аз хоҷагидорони беҳтарин, мана ободкунандаи ҳамин манзараи зебо Муродҷон Ҳақбердиев мебошанд. ман он касро аз наздик ҳам дидам, мешинохтам. ана ҳамин вақте ки ҳамин ҳикояро мехонад ҳар як хонанда, бовар кунед шавқи инсон ба қаламронӣ анин омӯзгори боистеъдод меравад ки ҳар як чизро аз ҳаёт гирифтааст, аз ҳаёт гирифта тарбия кардааст. дар ҳамин ҳикояшон оварданд ки ҳақберди муродқул ҳизодаи панҷакенти босонӣ буданду солҳои 1975-1990 дар яке аз хоҷагиҳои номдори ҳамон давраи тоҷикистон хизмат карданд. бисёр ободкориҳо карданд. ҳозир дар рӯбарӯи шумо дарёи пурҳашамати кофарниҳон рафта истодааст. аз болотар назар афканед, як пули хеле калон аст, пули кофарниҳон мегӯянд. ана ҳамон инсоне ки дар ҳикояи Назаралӣ омадааст, ҳамон кас дар ҳамон давраи роҳбарашон ҳамин пулро сохта доданд. мегӯянд ки некӣ кун ба дарё пард ё ба об парто. ҳамин инсонҳо аз рӯи нишондоди ҳикояҳои мақолаҳои ҳамин нависанда ҳаминро пай мебарем ки ҳақиқатан ҳамин инсонҳои пок сиришту поккор буданд, дар ҳаёт гузаштанд. номашонро бо мақолаҳояшон зинда карданд. мардی نکنم ترجمانی خاطره های پریشان نجات رکت سرگذشت مهاجر بازی های انتخاباتی حادثه در زرکمر و باز یک چند آچرک و مقاله های زیاده با عنوان های گوناگون تألیف بنموده تا این دم نظرعلی شریف او ادیب است که رودخانه ایجادش ره چندین بار مجرا نو کرده است. تصویرهای در اول ساده دیگر به بلاغت رسیدند. ترکیبها و واژه‌ها به اصطلاح و سمبول‌ها تبدیل یافتند و دیگر این همه آفریده ها مانند شده به یک گلدسته خوشرو و خوشبو و معطر و زیبنده قبول خاطر. یقین است که نگاه ادیب کمال یافته و مساحت اندیشش بزرگ گردیده. ما سال 1978 وقتی که دعوتنامه اومد، ما با خرسندی، من به یادم میاد همین خرسندانه از مادر وای گرفتم که به من دعوتنامه اومد است. مادر خیلی زیخ شدن، مادر است آخر. راست دیگه پدرم همون یک جمع کرده مردم با خرسندانه ما رو با خدمت عسکری گسیل کردن. نصیب بود است ما در دولت چی اون وقت چک اسلواکی دولت‌های الوهیده بودن، ما همون چک اسلواکی رفتیم. زندگی ساده و آزاده و پر از سازندگی دارد بسر با اهل بیت نظرعلی شریف در آغوش این دهه نازنین شهر حصار لب دریای کافرنهان. زندگی ایشان نیز آسان نبود در اول. مشکلی و شب و فرازها راست می آمد، اما چون پشت و پناهشان بود، دیوار عشق و مهر و اخلاصشان قامت زندگیشان راست شد و باغ حیاتشان رنگین و پرنکهت. کنون در این مرحله زیبای زندگی نازبردار یکدیگرند و آسوده در سایه مهر فرزند و نبیره. وقتی به هم می آیند، آزادگی و آزاده آهنگی فضای 4 دیوار بلند حولی را پر می کند. هر کدام از این جگرگوشه ها یک اثرند و یا چند اثری نانوشتند که حتما منبع الهام خواهند شد روزه و باز هم تقدیم خواننده. اویله تینج و آسوده دارم. شکر خدا سال آینده 45 سال می شود که با همین همسرم زندگی تو اتفاقانه داریم، امن و آسوده هستیم. 5 تا فرزند دارم. این زمان من از سایه دولت فرزندانم زندگی دارم. نفقه خور هستم. دهه‌ای که ما زندگی میکنیم، منزلی که ما زندگی میکنیم در ساحل دریای کافرنهان است. دهقان‌ها از همین آب دریا استفاده میبرند. وقتی که مهنت آنها رو میبینیم، کارنمایی آنها رو میبینیم در صحراها،
وقتی که نویسنده شدی باید حقیقت نویسی آخر. اکثریت هستن کتابا میخونن باز اومده اون اوید قهرمانو سوال و جواب میکنند خرسندی بسیار رنگی. لیکن نفرانی هم هستن که واکنش نشون میدن. در حجم قریب 300 صفحه کتاب نو رو آماده چاپ کرده استادم. کتاب با نام ناموس خواهر است. خودتون شاهد هستین که در دوران استقلالیت با شرافتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم جناب عالی امام علی رحمان شکر خدا همه سمت‌های حیات انکشاف یافته ایستاده است. درباره راه و آبادانی‌های این چنین یکی از همین غمخوری‌های جناب عالی همچنین رئیس مجلس ملی شهرداری شهر دوشنبه و سمت ورزش چقدرها بینید غمخوری کردن. این برابر یک همون دولت‌های ابرقدرت است اگر تحلیل کرده رویم. همین ماشین توفه کردن، خانه توفه کردن، مبلغ‌های هنگفت میتین. بینید که اکثریت دوچند همین توجه مردم به همین ساحه ورزش رفته ایستاده. از اون جمله دخترکان ما من بینید مدینه قربانو و خیلی 6-7 نفر دیگر من مدینه قربانو در جام آسیا دورنده مدال برنجی شدن. مینداری میکنم که من ماها برین یک نفرانی که در دیهات هستیم. اصلا همین مردمی ما مردمی ساده هستند، مردمی مهمون نواز هستند، بسیار خصلت‌های نجیب دارند، مهنت دوست. اگر همین راست گپ محبت نمیکنم اگر همین مهمون بیاد جونشون رو میدن. یکی از خصلت‌های بهترین این مردم ما همین است. راست گپ مردم همین دیهی سنبوله. من همین شما معرفگری همین ملت هستید، معرفگری همین شخصیت‌هایی هستید که تماشابین اونها رو میبینن، از اونها مثال در صحبت‌های اونها یگان چی برداشت میکنن و اگر بعضی ها هستند که همون میخواهد که همین کتاب رو بعد از همین معرفگری شما کتاب‌های ما باز خواننده خود رو بیشتر مییابد. تمنای اون رو دارم که در همین کل دنیا و از آن جمله تاجیکستان عزیزم آسمانی صاف، امن و امانی، همین خیلی یک راهبر خیرتمندانه دیگه که با سیاست خیرتمندانه خود همین دولت ما رو در تمام دنیا معرفی کردن. با تشبس‌های خود، با تشبس‌های خیرتمندانه خود همین تاجیکستان عزیز همین در روی دنیا نمایان کردن. و میخواهم که دائم در همین روی عالم صلح باشد. به قدر وقت میرسد و از گذشت وقت از غنیمت دانستن هر لحظه زندگی پیوسته هشدار میدهد به جمع دوستان و همپیشه ها. به خاطر ایجاد، به خاطر رفع زحمت ایجاد، به عزت کلام بده و بهره برداشتن و آرامش یافتن لب دریای روان انجمن می آراید. می فخرد از آن که تا جای در ترغیب دانش، علم، ادب و فراست سهم گذاشته با طریق آفریده ها رسوم زندگی راستین را ترغیب بنموده که بادا حلالش این زحمت و صداقت به این زحمت. چی گفته بیننده هوشمند ما؟